یه روزی میاد یا یه شبی میاد بدون که اصلا فکرشو بکنی. اونجایی هستی که اصلا فکرشو نمی کنی که از قبل قرار بود اونجا باشی و اون لحظه یه لحظه به این فکر میکنی همه کسایی که یه روز وسط خیلی عزیز بودن و خیلی دوستشون داشتی تو لایه های پایین‌تر الان دیگه کنارت نیستن و آدمای بزرگ و قدرتمندی کنارت قرار میگیرن و دوست میشماریشون که اصلا قرار نیست تو روزای سخت حتی بهشون رو بزنی، فقط از اینکه آدمای قدرتمندی و تو دنیات هستن لذت میبری. چرا؟ چون خودت حلقه ای از اون قدرت شدی با آدم قدرتمندی. اون روز به این فکر میکنی که چرا غم اینهایی رو میخوردم که اصلا هم هدف با من نبودن و هم راستا با من نبودن و میگی چقدر زندگیمو اشتباه هدر دادم. فقط برای روزایی صبوری کنید و اعتمادتون رو به اون روزا حفظ بکنید که وقتی به خودتون میاید میگید این همون تصویری که سالیان سال منتظرش بود.